وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. ما هیچ پیامبر را نفرستادیم مگر برای اینکه به فرمان خدا از وی اطاعت شود و اگر این مخالفان هنگامی که به خود ستم می کردند و فرمانهای خدا را زیر پا می گذاردند به نزد تو می آمدند و از خدا طلب آمرزش می کردند و پیامبر هم برای آنها استغفار می کرد، خدا را توبه پذیر و مهربان می یافتند.